واقعا چشم حق های زغلز میگن همین زغلز این همین علم هم این کار نمیکنه هست همین چیز در صحیح بخاری اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه العین حق چشم حق های چشم هیچ که حق نباید کار کنه در روایت امام بیهقی اومده است با حضرت همین حدیث هم میگه العین حق و میگه العین یدخل الجمل فی القدر و الرجل فی القبر چشم شتر در دروی دیگ مردک در قبرستان میاندازد در همون زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدن شخصایی که چشم داشتن زخمی چشم میزدن انا که علاجش چی است همون شخصی که چشم داره انا باید که وضو بگیره طهارت کنه مقصد طهارت دست رو همون آب که یگان تشت بگیرن یگان تقاره یگان چیزا بگیرن همین شخصی که علاقه چشم شده است بیمار شده است همون آب قطعی غسل کنه آب در سر روش بریزه اگر او دم نایوچی اگر اخی که ای خدا طلب که خدا بزرگه همین سوره فلق ناس بخوان در تنت شوف کردن بگی خدا بزرگه نه که اگر او تری آدمو انیقن گناهگار میشینه باشه قصدن کنه به شک شبهه گناهگار میشه نه که یکی حواسش را اوخی این چشم بگوی همین بیشتری همین کودکای کسل میشوند چشمی هم پدر و مادر خود چون میگیرن کودک همین در چشم پدر و مادر چقدر شیرینه دیده حد شیرینه یک قصه یعنی خلقی ای اصل شب بگیری همون اوبیس یک نه که به هر وجه همون کلونا نقل میکردن که میگه حضرت یعقوب علیه السلام همین یوسف تماشا میکنه اخرو میگه همین کودک در حقیقت هم خیلی خوشرو باشه یا که در چشمی من همین خیلی بزیب میتوفته باشه بعد در یک باغ میگه زیاده ای 100 کودک جمع میکنه و سیب بسیار هم میاره و باغبان هم میگه که یا سیب میگیره در دستش میته میگه در بین همین کودکا بگرد همین کدام کودک ای همه زیباترین باشه همون دبته پریز این باغبان 3 کرو گرد همون کودکا تو میخوره یا بچه که فیسینی داشته از خودش میاره در دست همون میگه حضرت همین قیگشت من این بچه خود با بزرگتر خوشترش کردن شد برای همین فرزند در چشم پدر و مادر به حد زیبا می شود القرد فی عین امه غزال میمون در چشم مادرش رنگ غزال و ریخشو میتونه اما بیشتر همین چشم پدر و مادر میگیرن برای همین مثلا پیغمبر ما شما را توصیه داده است که وقتی که همین کودک دیده خوب کودک خودت باشه خوب کودک دیگه کس باشه یا که مثلا یک کاری خیری یک کس دیده یک آدم دیده که به حد خوب کار میکنه یا که مثلا برکت داده است در میوه و در درختش یا در کسب کارش بگین ماشاءالله انا کلمه ماشاءالله را بگو ان شاءالله چشم نمیگیرم همین فراموش کرد نمیگیم ده و ایتا خونه آباد تو بچه وحی اخی ماشاءالله پیغمبر تعلیم داده ماشاءالله کن و ما لم یشاء لم یکن سوره فلق ناس بخون همین فرزنده که دیگه دلت گم میزنه که میبینی همین فلق ناس بخون شف بعد مثال همین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ما شاء الله کن و ما لم یشاء لم یکن همین را خوندن در کار این چشم حق ای را کسی این کار کنه جاهل است مملکتون بعد همین باغ مول مثلا چشم میکنن تو مول اونو چه تو باغ هست که میذاش تو طلب بس میاد تو میفو کاسه رو چه خیلی طلب از غلطی بکشش اما اصلا همین موضوع اگر به شرطی که میکنیم که همون مردکایی که چشم دوران خیچو میدونن که علاقه همون را به حذر میکنن اصلا مردای خدا که نگاه نمیکنن چشم دوران محتر با خیلی دلتونم دور نروه او در نصیب روزیش هسته که همون میشوه اگر نباشه 1000 چشمگر که نگاه کنه ایده از هیچ کار نمیاد آنجا خود تلاش نمیشه نمازی نافله نیست نافله نیست خب اگر رفت تو این روزها نماز بامداد مثال در مسجد برای هم 4 و 15 نموده خوانده می شود صبح 3 و 10 علاقه صبح می دمد همینجا یک نفر مثال بیدار شده تو نماز بامداد تقریبا 40 دقیقه هست تا 4 و 15
фест торак карду шукрунаи вузура хонд баъд сунната хонд баъд рафт фарза хонд ҳамин тартиб дуруста не حديث إمام بخاري حضرت صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس بعد دمیدن صبح صادق نماز درست نیست یعنی نماز نافله ندارد غیر سنت امام داد تا زمانی که آفتاب بلند شود و بعد عصر نماز درست نیست نماز نافله تا شام تا وقتی غروب آفتاب به همین دلیل هر نماز نافله باشه فرق نداره شکر وضوء تحیه مسجد بعد دمیدن صبح صادق دیگه درست نمیشه این 3 و 10 دقیقه صبح صادق بدم بعد 3 و 10 دیگه اجازت نیست همین بعضی اخلاقی میکنن ای پیش خود بعد دیگه همین دنبک میکنن خیال میکنن ثواب میگیرم آخه وقتی منهی ای وقتی که پیغمبر نهی کرده است از خواندن نماز او ثواب نمیشه او برعکس میشه همین خاطر همین چیزا باید رعایت کنیم حقیقتا گپ در سر نمازهای نفلی میروه اگر شخص در خانه مثلا نمازهای قضایی داره قصد داره که همون نمازهای قضایی را ادا کنم انا اگر بخونه بعد 3 و 10 یگان مشکل نیست او برای نماز قضایی فرض است همین هم بهتر اون است که بین سنت فرض نخونه اول قضاییش بخونه و بعد سنت بخونه با مسجد میره این بهتره بعد اینجا یک کوششی روز معامله گفتیم کسایی که سنت در خونه میخونن و بعدا میرون در مسجد تحیه مسجد میخونن و درسته میگن اصلا همون مردم غیر مقلدی کارا بیشتر میکنن اگر حجت دلیل شو چی است حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است حضرت میگه اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس وقتی یک نفر تو داخل مسجد رو شده پیش از نشستن در رکعت نماز بخونه همین را دلیل میکنن انا که پیغمبر گفته است که در اومده بخونه در صورتی که فراموش میکنن که حدیث ها امکان دارن به همدیگر تعارض داشته باشن تعارض البته تعارض ظاهری است همین آدم به عقل باشه از فقه همو حدیث با خبر باشه این طریق گمراه نمیشه ایو فراموش میکنن که با پیغمبر معن کرده که مقصد بعد دمیدن صبح نماز درست نیست نماز درست نیست شاید بعضیش میگن که نماز درست نیست غیر تحیه مسجد که پیغمبر گفته باشه که تحیه مقصد نمیشه اونم که این یک جاهلی ایده وقتی که هر لفظی حدیث ها مطلق اومدن همیشه حدیثی که دلالت به نهی میکنه اگر حکمشون هم یک خیل باشه مثلا همین حدیث رو راحتش بخاری روایت کرده حکمش یک در مثلا در صحت اسناد در این صورت نگاه میکنن یک حدیث رخصت داده است یک حدیث منع کرده است همیشه به من عمل میکنی برای منعش سخت‌تر است شدیدتر است یا جو اجازت یا جو منع هر حدیث حکمش برابر است اسناد چو یک خیل است به صحت رسیدگی همیشه میگه به من عمل میکنی احتیاط است به خاطر احتیاط انا مقصد که ما همیشه به همین عمل میکنیم با برزم این دیگر حدیث رو ماسته اخی انا در جامع السنن ترمذی روایت عقبه ابن عمر جهانی اومده است میگه عقبه ابن عمر که 3 ساعات نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نصلی فیهن در 3 ساعت پیغمبر خدا ما را منع میکرد خواندن نماز پیغمبر منعمون میکرد نمیگذاشت بخونیم یک تاش نمی پیش از طلوع آفتاب این بعد دمیدن صبح صادق یک تاش وقتی قیام آفتاب و یک تاش وقتی غروب آفتاب همین خیلی حدیث های نهی خیلی زیاد اومده گیان آخی همین یک جهالت هایده بله پیغمبر گفت وقتی که داخل مسجد شده نماز بخونه در صورتی که وقتی مکروه نباشه یا که مثلا یک موعظه‌ای که شنیدنش واجب است نباشه جایی که واجب با سنت جمع شوه یا با مستحب جمع شوه البته با واجب عمل کردن لازم میآید واجب گجا مقصد مستحب سنت گجا همین خاطر مقصد که همین کسایی که زعم میکنن میآیند اون میخونن اولش که یا اهل گپ نیستن یا سواد چو کافی نیست اگر یا سواد کافی می‌داشتن خیلی دیوانگی نمیکردن جاهلی نمیکردن اما مقصد همین یه بار که گفته عزیمه شما سوقی چی دیگه توکل شو به خدا برکت همین یه بار اگر گفته عزیمه تو سوقی چی دیگه حجت نیست